سلام. امروز میخوایم یه داستان فوق‌العاده رو با هم مرور کنیم. داستان 2000 ساله‌ای که کشور فرانسه رو ساخت. چطور شد که این سرزمین به چیزی که امروز میشناسیم تبدیل شد؟ ببینید، فرانسه یهویی به وجود نیومد، بلکه تو دل تاریخ و در کوره حوادث ساخته شد. و این فقط یه داستان ساده از پادشاه‌ها و قصراشون نیست، نه. این داستان جنگ‌ها، ایده‌های بزرگ و یه انقلابی که یه ملت رو از نو تعریف کرد. خب برای اینکه این داستان طولانی رو بهتر بفهمیم اون رو به 5 بخش تقسیم کردیم. اول میریم سراغ ریشه ها، از سرزمین گلها تا امپراتوری. بعد میبینیم هویت فرانسوی چطور شکل گرفت. میریم به دوران پادشاه خورشید و ایده های جدیدی که سر و کله‌شون پیدا شد. بعدش میرسیم به طوفان بزرگ یعنی انقلاب و در آخر هم ظهور فرانسه مدرن رو بررسی میکنیم. آماده این؟ پس شروع کنیم. خب، بخش اول. داستان ما از جایی شروع میشه که هنوز خبری از فرانسه نبود. به جاش سرزمینی بود به اسم گل، پر از قبایل سلتیک و البته با یه سری نقاط ضعف استراتژیک خیلی مهم. به نقشه نگاه کنید. از خیلی جهات این سرزمین خیلی خوب محافظت شده بود، با کوه‌ها و دریاها. اما یه نقطه ضعف بزرگ داشت. یه جورایی پاشنه آشیلش بود. دشت وسیع شمال شرقی. این دشت مثل یه در باز بود برای هر کسی که میخواست حمله کنه. از رومی‌ها گرفته تا ارتش‌ها تو جنگ‌های جهانی. خب این 1000 سال اول واقعاً پایه‌های همه چیز رو ریخت. خیلی سریع مرور کنیم. اول جولیوس سزار میاد و گالا رو فتح میکنه. این یعنی ورود قانون رومی و زبان لاتین. بعدش حدود 400 سال بعد از میلاد قبایل ژرمن یعنی فرانکا میان و اینجا ساکن میشن. جالبه که اسم فرانسه هم از همین ها میاد. بعد میرسیم به سال 800 میلادی و شارلمانی که تاجگذاری میکنه و تقریباً کل اروپای غربی رو یکی میکنه. یه جورایی امپراتوری روم جدید. اما خب این امپراتوری دوام زیادی نداشت و با معاهده وردون تقسیم شد. اون بخش غربیش که بهش میگفتن فرانک باختری دقیقاً همون چیزیه که بعدها به فرانسه تبدیل شد. خب تا اینجا یه پادشاهی فرانکی داریم. ولی سوال اینه، این پادشاهی چطور تبدیل شد به چیزی که ما به عنوان هویت فرانسوی میشناسیم؟ جوابش توی 2 تا اتفاق مهمه. یه جنگ خیلی طولانی و یه تحول فرهنگی بزرگ. جنگ 100 ساله یه نقطه عطف واقعیه. ببینید، قبل از این جنگ مفهوم ملت خیلی معنی نداشت. وفاداری شما به ارباب محلیتون بود، نه به یه پادشاه یا یه کشور. اما این جنگ طولانی همه چیز رو عوض کرد. یهو مردم مجبور شدن یه طرف رو انتخاب کنن. فرانسوی بودن در مقابل انگلیسی بودن. اینجاست که برای اولین بار ایده یک هویت ملی داره متولد میشه. و درست و وسط همین جنگ و آشوب یه شخصیت باور نکردنی ظهور میکنه. یه دختر نوجوان روستایی به اسم ژان دارک. اون میاد و به یه نماد ملی تبدیل میشه، ارتش فرانسه رو روحیه میده و به یه سمبل ابدی برای میهن پرستی فرانسوی تبدیل میشه. بعد از اینکه گرد و خاک جنگ خوابید، یه موج جدید وارد فرانسه شد. پادشاهایی مثل فرانسوای اول که تو جنگ‌هاشون با رنسانس ایتالیا آشنا شده بودن، حسابی تحت تاثیر قرار گرفتن. اونا ایده‌های جدید یعنی اومانیسم و حتی هنرمندهای بزرگی مثل لئوناردو داوینچی رو با خودشون به فرانسه آوردن و این شروع یه شکوفایی فرهنگی بزرگ بود. خب، حالا که هویت فرانسه محکم‌تر شده، قدرت پادشاه‌ها هم به اوج خودش میرسه. ولی داستان همیشه یه روی دیگه هم داره. دقیقاً همون موقعی که سلطنت در اوج قدرته، یه سری ایده‌های جدید و خطرناک هم دارن زیر پوستی رشد میکنن. ایده‌هایی که قرار بود کل این سیستم رو به چالش بکشن. و نماد این قدرت مطلق کسی نیست جز لویی 14، پادشاه خورشید. اون با این جمله معروفش که دولت یعنی من همه چیز رو خلاصه میکنه. تمام قدرت رو توی خودش جمع کرد و برای اینکه این قدرت رو به رخ همه بکشه، کاخ بی‌نظیر ورسای رو ساخت. یه نمایش تمام یار از اقتدار. اما همون موقعی که لویی 14 توی ورسای داشت قدرتش رو جشن می‌گرفت، توی کافه ها و سالن های پاریس یه اتفاق دیگه در جریان بود. متفکرهایی مثل ولتر و روسو داشتن ایده‌هایی رو پخش می‌کردن که مثل دینامیت بود. ایده‌هایی در مورد منطق، حقوق فردی
و اینکه شاید پادشاه و کلیسا اونقدر هم که میگن حق نداشته باشن. این همون عصر روشنگریه. خب، حالا بیایید همه چیز رو کنار هم بذاریم. از یه طرف یه حکومت ورشکسته و تجملاتی داریم. از طرف دیگه مردمی که گرسنن و حالا به این مردم ایده های جدید روشنگری رو هم اضافه کنید. فکر میکنید چی میشه؟ جوابش یک کلمه است. انقلاب. انقلاب فرانسه در سال 1789 یه انفجار به تمام معنا که نه فقط فرانسه که کل دنیا رو برای همیشه تغییر داد. این 25 سال بعدش واقعاً دیوانه‌واره. فقط به این چرخه نگاه کنید. سال 1788 هنوز داریم شکوه و تجمل دربار ورسای رو می‌بینیم. فقط یک سال بعد 1789 مردم به باستیل حمله می‌کنن. چند سال بعد 1793 اوضاع به وحشت کشیده میشه و گیوتین بیوقفه کار میکنه. از دل این هرج و مرج یه ژنرال به اسم ناپلئون بناپارت ظهور میکنه و در 1804 به خودش تاج امپراتوری رو میذاره و فقط 10 سال بعد 1814 همه چیز تموم میشه و ارتش روسیه توی خیابونای پاریس اردو زده. باور نکردنیه نه؟ برای اینکه بفهمیم دوران وحشت چقدر وحشتناک بود، فقط به این عدد فکر کنید. 800. این میانگین تعداد اعدام با گیوتین در هر ماه بود. فقط توی پاریس. یه نماد خیلی تلخ از این که چطور یه انقلاب با شعارهای بزرگ میتونه به چنین بیراهی کشیده بشه. ناپلئون یه شخصیت فوق‌العاده پیچیده است. اون از یه طرف اون انرژی انفجاری انقلاب رو گرفت و تبدیلش کرد به یه ارتش منظم و قدرتمند. باهاش تقریباً کل اروپا رو فتح کرد و قوانین و ایده‌های فرانسوی رو همه جا با خودش برد. اما از طرف دیگه جاه طلبی بی حد و حصرش کار دستش داد. یه اشتباه بزرگ کرد. حمله به روسیه. و همونطور که میگن این ژنرالی که کل اروپا رو فتح کرده بود از یه زمستون سرد روسی شکست خورد. و این شروع پایانش بود. خب، ناپلئونم رفت. حالا چی؟ فرانسه باید چی باشه؟ پادشاهی، جمهوری، امپراتوری؟ این سوال فرانسه رو وارد یه قرن دیگه از آشوب و بی‌ثباتی کرد. قرن 19 برای فرانسه مثل یه آزمایشگاه سیاسی بود که مدام منفجر میشد. فقط به این نمودار نگاه کنید. کشور توی کمتر از 100 سال 3 بار به سلطنت برگشت، 2 بار امپراتوری رو تجربه کرد و 2 بار هم جمهوری‌های کوتاه مدت داشت. یه قرن کامل سردرگمی سیاسی. بالاخره بعد از یه شکست تحقیرآمیز دیگه، این بار از پروس، فرانسوی‌ها انگار به یه نتیجه‌ای رسیدن. در سال 1875 جمهوری سوم رو تأسیس کردند. این اولین حکومت دموکراتیکی بود که واقعاً دوام آورد. همین جمهوری بود که فرانسه رو مدرن کرد و نمادهایی مثل برج ایفل هم یادگار همون دوره است. خب، اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم، فرانسه امروزی چیه؟ در واقع یه ترکیب خیلی جالب از همه این تعریف. یه دولت متمرکز داره که یادگار همون پادشاه‌های قدرتمنده. یه هویت ملی قوی داره که تو آتیش جنگ شکل گرفته. فرهنگش پر از ایده‌های رنسانس و روشنگریه و کل سیستم سیاسیش با انقلاب و اون کشمکش همیشگی بین نظم و آزادی تعریف میشه. و این ما رو به یه سوال نهایی میرسونه. اگه تاریخ 2000 ساله فرانسه داستان دوباره از نو ساختن خودشه، از پادشاهی به جمهوری، از جمهوری به امپراتوری و دوباره از اول، پس فصل بعدی این داستان چی میتونه باشه؟ فرانسه در آینده چه شکلی به خودش میگیره؟